این آخرانه رو بسته کرد؟ بله بله بله. پسر جگربندم، در ملک مسافری چه حال داشته باشی؟ خدا نگهبانت باشد. پروردگاری کریم. بچه جانی عزیزم. حتی سگ هم عکاس میزنن. جانی اوچه، جانی اوچه. بسیار مونده شدم. زودتر خوب رفتم در کار، باز سحر بر وقت با کار. کمی صبر کنم با بچه عزیزم. به پسرم زنگ زنم. وقتشم شد. جانی و چه ای کس در این میز پیشم مرا لافتا بکنه. گم شو. نمیتواند. چی گپ شده باشه؟
لیکن بیزار کرد. لبای الو بچه جون. بچه جون. السلام علیکم بچه. صحت و سلامتک هستی بچه جون؟ مادر شمایید؟ بله خوب هستم. چی یکم گپ شده است؟ هیچ گپ نشده است. بله بچه جان، خواستم آواز شیرینت رو شنوم بچه. مادر برای آواز من را شنیدن او بعد در نیز پیشم زن نه میزنه. بچه جانی من گوش کن مرا. بخششی زیاد بچم که در این نیمه شب زنگت زدم، ناراحتت کردم بچه جان. بله آخر ناراحت هم کرده. ناراحت کردم و ناراحت کرده دو باز میپرسد. نه از کار اومده بودم. خیر گپ زنید، چی گپ داشتید؟ او فرزندم عذر بخشش، ناراحتت کردم. جگر من یاد شد. جان یاد شد. این را دان که 18 سال پیش توی مرا ناراحت کرده بودی بچه. خواستم که بازاد روزت تبریکت کنم جانی اوچه. خداوند مهربان عمری دراز و تنی صحت و با برکتیت بچم. در هر کجایی باشی جانی اوچه. بر سری بلند من پیشی من مادری بچه عزیزم، خدا نگهبانت باشد.